از غمت ای نازنین حزم سفر می کنم، قبله خود بعد از این سوی دیگر می کنم. قبله خود بعد از این سوی دیگر می کنم، تا نخورد دیگره باز فریبی تو را، تا نخورد دیگره باز فریبی تو را. در همه جا از غمت غلغل سر می کنم، از غمت ای نازنین عزم سفر می کنم، قبله خود بعد از این سوی دیگر می کنم. قصه جوری تو را اگو دل آشنا. خیلی دل شاری داری نداری؟ تو دیگه تاشون بیکاری دیگه. میگو کار تو معلوم هسته؟ به چه خوب بگردم؟ کار چی؟ تو هیچ کاری نی قریبی نی وظیفی هیچ کار انجام داده نمیتونی دیگه. خود چه کار کنم؟ باشن 10 دفعه به شما میگم که بگیریم به من یک سرنوشتی پیدا کنیم، نمیشه. سرنوشتی؟ من خود همه مشامه گپ زدم. بفهمیدی؟ تامیندی مندی آردا که بلدی دیگه. برو به در سرانو. اونا گفتم ما نفره به کار داریم. به درد کن خود که همین آرد تا کنه آرد بار کنه. بفهمیدی که تو برو در سرانو خود اینو برو همینجی بجی 5 روپیه 6 روپیه به تو میدم. به چه خوبه گردم از این نمد به تو کلاه نمیشه که تو تاشمی اینجی بشینی بیکار بگردی بخو. خب من کلاه چه کار کنم؟ کلاه به دردم چی میخوره؟ یعنی زن هم نمی زن دیگه نمی زن جدای شما میگین کلاه؟ یعنی اگه کار کنی صاحب زن هم میشی، صاحب خونه هم میشی. خب من مندی بلدم، من مندی یک روز برفته مندی در بخوش کنیه. ها می دروازه خود که اسپی نده کسته این تر از اسپی نده و میگی برو. خب من ماما شامل چی میشناسم؟ همین ماما شما که پیار عباس دیگه. پیار عباس نمیشناسی؟ بفهمیدم. ما شماره اینو ندارم که زنگ زنم. بفهمیدی برو در سرای نو. من خود اینو گپ زدم گفتم ما نفره به کار دارم در دنگو خو. آرد تکنم. آرد تکو آرد بار کو به مثل چهار خاک بار میکنم. من تگه 10 تا 20 تا 30 تا آرد ماه بار کو دیگه. دانک تیلا رو آرد میه قرار آرد تکو به زمین به درد کنان و تکو. برو به چی خوب کرد بخی. روز چند نمیدم بابا به من؟ اونجی روزانه نیه او عملیه. اونجی 5 روپیه میدم. عملی؟ که بوجی آرد کفتخ میکنی میبری درد کنی تا میکنی پس بسته چرخ بار میکنی. انی بوجی 5 روپیه میدم برای تو. برو بده. وای 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 چابکی دیگه. چه کار کنم خودی از این میگم منظور تیل تنبر برا. وخی لاف کنه وخی از صبح تاشون خوی اینجا خواه عباس نیه وخی 50 تا آرد بار کن مثل چرخ وخی همین 150 تا آرد مثل چرخ بار کن وخی 50 تا آرد؟ وخی ازم صبح تاشون خوه کجا؟ از اینجا بار کن مثل چرخ اینجا استاده 50 تا تاشون خوبه دیگه لاف کنه پرتوه هم بغضا که خوب شده که دل ازم خوب شو و روز خوبه
میکنی؟ خورده چالاک یک گوجی نتونیست مینداختی به این نخوندی نمیشه این دیگه کارگری سخته دیگه خلیفه خلیفه بله نه یا کسی بالا که داری دیو کسی پرتنگ یا پیل میدازینی تو چیکار میکنی؟ من خورده خوب چالاکه که میخوری امونا وردشه خب 50 تایه میشه که 50 تای دیگه حل بالا میکنی دیگه کمک کن میتونی بالا کنی بگیری نمیشه خلیفه بله یک چیزی میگم خب یک زنگ بزنیم به پیرمه خب بگیم به چشمون از این کلا با ما نماده نمیشه نمیتونه آره مرکاری بکنیم بیرو شما از اینجا خب بیا لباسا خبر دار برون زنگ بزنم کرد تو به درد ما نمیخواد زنگ بزن بیا حساب کتاب تو بکن لباسا که زن عمل باشه کمر امکان داره که مولی شونه پلی شده باشه شونه پلی و دم خوردن که خوب چلاکه که یک کاسه شلوار میخوری بیا حساب کتاب تو بکن لباسا خبر دار برم پیاده من زنگ بزن بیا بابا گفتم بابا این به درد من نمیخوام زین تکبارو آقای ما خیلیت تیرا خوشحالیم ما این به چشم و درد ما نمیخوره از این کار میجه نمیتونه کسی آرد به درجا پرتو میکنن دیگه مشتری به سر صدا کنه بله نشتم بار مردم دل میرسونه گوشی ما گوشی کینه؟ پیار شما نه کینه؟ پیار شما بابا الو بابا گردانم بند باشه کنی همین تبه بده پیشا شال شدو کمال همه بشکسته بابا من میتونم بیام این دیگه من حال کلون نشدم پلاخور میستونم میام خوبه با خدا بابا رختم همه تر شده کمر و بشکسته و به زمین خوردم 50 تا آرد مامای بخریدم به من میگم تو یک کبار کنو خداحافظ من میرم ماما میره به خیلی ایسان مر به دهنم اینا رو بار کردم 18 تایه باشه لباسا خبر نمیده داخل دکانم میره خود لباسا با داخل لباسا خبر نمیده من نمیدونم شما کته شده آنا موجیان دستموز شما چنده؟ 300 دیروز امروز پولا دیروز هم دیروز امروز دیروز 160 بود یه دیگه دیروز 150 روپیه دیروز 150 روپیه امروز 300
برو بخون جز بستون جنگ بدیم بله جز بستون جنگ بدیم نه به درد من نمیخوره خدا بسوش دیگه نمیشه من نمیتونم برو خیلی بشه شلال من باشه من خورده که همه به نون مفکلون شدم معلوم میشه شکم و دروغ کلون نکن بخواه که دیگه بگیرین کارگر دیگه چطور کنم یک روز به من میگه روز اول به من میگه بابا جو برو روز 500 600 کار میکنی به دور 300 کار کردم من 250 روپیه چیکار کنم من نمیتونم من حالا قوت من نمیده چه من خور برم بکشم چطور کنم چیکار کنم وای زنگ زد به من کی؟ خلیفی تو خب من چه کار کنم دیگه خودتو ها بابا گردنم بند باشی یک میگم تو بگیره بیا آردار به کیفت خوکو یک نفری نیه 50 تا آرد مرتا که میخرید 15 16 تا 18 تا 20 تا بار کردم بابا همه تا شده رخته همه به بر تر شده اگه می کرتی به بر خونه کنم میریزه آرده به تنه گردن و همه خمیر میشه پس اونایی که روت 200 تا 150 تا 300 تا توالا میکنم اینو چه کار میکنم اینو چی رقم کار میکنم ها من دیگه چه کار کنم اونا یاد دارم من رو 200 ریاسه یا 1 کیلو 2 کیلو پکاره میفروشم کرای دکون خور نمیشم خرج خود من بگردم باره تو به پکاره پیزی بردن رو 2 کیلو تو خرجتونه من چه کار کنم من چی خاکسی ها بسرخ کنم ها من چه کار کنم من نمیفهم خب برای شما بریم به میندی کار کنیم و عملی کنیم من میرم پکاره میفروشم میگم یک روز تور بردم خود 2 کیلو پکاره بخوردی اینا می فکر میکنی یا نمیکنی تو اگه یک بوجی هم بفروشی یک بوجی هم تلش کم تور باشه با مردم پول نمیستینی تلش کم تور باشه و چه خوبه کردم تو هیچ کار نمیکنی غیر از که مرد در و در کنی خاک و سر کنی دیگه کار وظیفی انجام نمیکنی تو یک رای به دست اومده که من چه کار کنم من بی مرده بی زنده چه کار کنم چی فکر با اول تو کنم ها نمیتونم قوت من این نمیتونی موشینگه نمیتونی نخوته نمیتونی فرد مثال جوزه نمیتونی نسواره نمیتونی هیچ کاری کرده نمیتونی پس تو چی بکری دیگه پس تو چی بکری ها تو یک رای به دست تو چی بکری خب باشه کلون شو تو دیگه سرزمین افغانستان نی تا دیگه کشوری هم دیگه بتا سر می بابا جان باشه کلون شو از این کلونتر چیزی میشی شطوری از این کلونتر شطوری می بشی کتشم شو قوت ما بکشه چی کار کنم دیگه چی خاکر سیاه بسرخ کنم دست دی بچه به هرچی شاکر کنم یک سر دست خلیفی به من زنگ زد چرا گریه میکنه بابا خاطر پول ای بابا گریه دست تو بچه بی سرنوشت که سرنوشت نداری یک بوده روز اول من رای نکرده به مکتب با من هر جا تو رای کردم تو با ساعت 10 بجی بیاین دو تا خونه بشیش تو بابا سر می خیلی بابا خاطر پول گریه نکنه من واسطی پول کار گریه نمی کنم واسطی بی سرنوشتی سوار زن می خونه می زندگی می من چه کار کنم دست تو سوار زن خونه می نمی زن اگه زن نمی که بگو زن نمی که جمع برو کار کن بیار منش کم تو کنم وقتی برای خونه مدق 500 پول بستو همین پیبرو بستگی بستو دونگی بفروش وقتی
وقی بستگی بفروشون دونگی بفروشون بستگی بخر دونگی بفروش پی برو وقی امروز که بچه ها خورده وقی دگه ها خوبه مرد دیونه جون بکردیم سبا خبر ها لکه بیار از اینا به من بگو بو جوندم با این بونه که بگو بو جوندم دیونه جون خوش شدم که امروز سبا گشتار جون خواه خوردم امروز دست تو اولاد بیا اولاد کلان کو زحمت کش به پایو به چی خونجیگیری یا کنسه کو که چه کار میکنه به هر سرزمینی شاگرد کدون کار وظیفی به دست داده میبینی یک تا 10 بجه پس میاد بخونه خلیفی من زنگ دکلال بچه تو به درد منه میخوره یا بیجات پاره کرد یا فرد مثلا دیگه کار کرد دیگه کار کرد روز